دوستای عزیز، ما یک سفری 3 روزه در پیش داریم. طبق معلوماتی که گرفتیم در این سفر جایی را که میخوایم بریم در یک از جنگل ها در کشور آلمان هست که در این جنگل احتمال داره حیوانات وحشی هم وجود داشته باشه و در اتفاقی بر ما بیفته مسئولیت ما در پای خود ماست و با کمترین تجهیزات و با بدترین شرایط آب و هوا که 3 روز باران دیگه. و دوستای عزیز، اگر دوست داشتید که ویدیوهای بعدی ما را از دست ندید، حتما کانال واقعیت صفر را سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را لایک و کامنت کنید. ما واقعا به حمایت شما نیاز داریم. ما را از حمایت آن درک نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. دوستای عزیز، این بچه ها همینجا رسیده، این یک لقمه نان مخوریم، هیچی هم زیاد وسایل هم نداریم دیگه، بستره خو نداریم، مشکل اینجا دیگه. عوام در خیلی خراب شده، ما را کلان ابری شده.
باران آمد باران. از امیال باران شروع که در خدای 3 شب دیگر اینجا چی رقم طاقت کنیم. ما تازه هنوز در نقطه نرسیدیم. یا یک نیم ساعت دیگر در نقطه برسیم. باران است. بعد از دیگه اونجا بریم باران ببارد قدر یک دانه چتری. برو خیر. یک دنه پایربان، یک دنه تلفن از میان صحبت کردم. حالا خیلی واسه روز اولم تیر نشد. بچه جایی که میخواستیم کم کنیم رسیدیم. در اینجا میخوایم کم کنیم، کم پیشتر مریم یک جای پیدا کنیم که واقعا یک جای خیلی ترسناک یا یک جای هست که دیگه بچه ها در حال یک کلبه ساختن هستیم که اینجا کلبه جور کنیم که اونو قدر جور کرده دیگه. دبلیشی مونه دبلیشی پلاستیکا رو خوب آوردی. پلاستیکا رو پلاستیک یا برگیره پلاستیکا رو بده آورد نمیشه. دوستا دیگه امشب مجبور اینجا باید بمونیم. هنوزم باران برده روی داره. باران هم هست و کم کم تاریک هم میشه هوا و خیر جور کنیم و آماده کنیم. شب مجبوریم دیگه اینجا یک گزاره کنیم تا فردا صبح.
جور بخیر بچه ها. سلام، امید خوب خوش بشید. ما همچنان در جنگل، شب اول ما بود در جنگل که امشب شب اول دیگه. آره شب اول نه؟ شب اول. اینقدر سخت و یخ و فامیلی بدبختی زیاده به خدا از یاد رفته. جنگل مغزا پاک نمکشی کردید فهمیده نمیشه که موی چند روز میشه تو آهنگ قد کن. جنگل یک جای وحشتناک کره است. چی هست اینجا؟ شش وقت آدم نفسه میترسه. خواهو کنی صبح بالش نک پاک ککرک یخصا دیگه نه ما خواهو نمونم باشش اینجا بخیر. جای خواهو نیه بابا، این تر فامیل سبزه تر باران دواریدن تا بیشتر باران مبارد تر لباس های نمال تر نمیاسه وضعیت خرابه دیگه. شب اول ما در جنگل دیگه چون یک تجربه خوبیه. آنو ساعت نزدیک 1 بجه شب میشه دیگه خواهو نماریم گفتیم باشه یک ویدیو بگیریم برای بچه ها دیگه. باز فردا هم هستیم دیگه بخیر. ویدیوی اولین هوا روشن شد، اولین ویدیو رو براتون میگیریم. منتظر باشید حتما ویدیو رو تا آخر سعی کنیم دیگه، با امیدی که انشالله امشب خوب بخیر خلاص شود دیگه تا فردا شب ببینیم چطور میشه دیگه. خدایاتان شبتان خوش. ولی بچه ها دیشب در اونجا که میخواستم کمپ کنیم کلبه را که جور کردیم کلبه جور نشد. دیشب در اونجا خواب کردیم در یک قسمت که خیلی هم باران بارید، لباسم باز کلان تر شده دیگه. حالم تازه هوا صبح شده، این هفته آمده که آمدیم در دوی هفته آنو یک چند دقیقه را بشینیم لباسم باز خشک شود. یعنی صبحانه رو ما خستم دارم شدیم. تیار کنیم یک چیزا اینجا هست دیگه. صبحانه را میخوایم بخوریم دیگه. امروز روز دوم ماه دیگه. یک روز دیگر هم ببینیم که چه رقم اینجا در این شرایط خیلی یخ هوا اینجا. در این شرایط سخته چه رقمی گزاره کنیم. همشهری دیشب چطور گذشت؟ دیشب چطور مزه کردی؟ دوستان عزیز بسیار شب عالی تا صبح دیگه چی خیلی ورزی شده که بسیار آمده باز رفته انشاءالله ادامه را ادامه داره تا پشتر خواه بیدیم افتونه میشه خواه نکدیم اصلا حالم تازه آمدیم یک اشنا بیدیم نگان چندی دیگه جای تا خواهدیم گرجه نان گرجه دیگه میچاست آمدیم بخوریم بعد از ببینیم که چی رقم میشه. نان و پیاز با قاشق
بچه سه گلاس ملاس نداریم دیگه، نداریم، مجبوریم که این رقمی رد بول فکر رد بول بخوریم. آب سه بند است داخل. ما بسیار دیگه نمیاد فهمید جای بلا کار میکنیم. ما رد بول نداریم فهمید نمیاد چیز میکنیم. فکر نکن ما کل روز این رد بول میخوریم. این آب سه با داخل است. حتی طبیعت این شاونا یک رقم حیوانای هست سر صدا میکنه دادم نمیفهم چی هستم. شاو خیلی ترس خوردیم، خیلی. سلام بچه جور بخیر بچه ساعت چنده؟ ساعت باش فهمیدم میشه نمیشه نه باشه ساعت 6:40 بعد از ظهر دیوانه دیدیم دیگه یک دفعه اونو بازم دیدیم باشه 6:40 بعد از ظهر دیگه اومدیم که امشب برای امشب یک واقعا یک جای خوب پیدا کنیم، چون که واقعا دیشب خیلی اذیت شدیم. نه خاو رفتیم دیگه رفتیم امروز هم تا بگار باران بارید هم خاو نرفتیم. من گشتم پشم خیلی زیاد داره. از اونجا اومدیم که اینجا یک جای پیدا کنیم برای پشم کم داشته باشه، یک ذره بتونیم امشب راحت خاو کنیم سواره دیگه بعد از ظهر حرکت کنیم بریم در خانه. واقعا خسته شدیم. نه شما رو دیگه چیزی برای بچه‌ها دیگه بسیار خسته شدیم. پشام زیاد خیلی دیستا دیگه این طرف بدمش علیدم تر هم است که در همه بخواه هم هستیم. انشالله دیگه امشب کدام جای بهترتر پیدا کنیم موی سعی که چیز گشته این راحت کنیم. اما نیه دیگه جنگلیه. دوری چی مونی سعی که کفش مفش باش تو شده بدی تمام باز کفش مفش کلی چیشی وضعیت خرابه. بالاخره واقعا شرایط سخته، زندگی خیلی خیلی سخت میگذره اینجا دیگه. چون ما که خودتان خیلی هم مفهمه که ما از این منزل‌ها از این سفرهای دور و دراز در جنگل زیاد داشتیم، ولی فعلا نگذره شرایطا فرق کرده، واقعا سخت میگذره، خیلی سخت میگذره. ماها گذشت در راههای دیگه تجهیزات مکم بود ولی دفعه دیگه کل چی نه انشالله. بخیر دیگه ما بخیر داشتیم، وسایل زیاد نوردیم، تجربه گرفتیم. بعد از اینکه بریم دیگه بخیر کیسه خاو میریم، چادر میریم، لیسانس میریم، لوکس آماده جای خیلی دیگه نمیریم، میگردیم عالم دنبال یک جای صحیح، یک جای مناسب تر میگردیم برای استراحت که پیدا کنیم، استراحت کنیم برای امشب یک ذره راحت تر بشیم، باید پیدا کنیم که فردا رو باز بخیر بریم خانه دیگه سلامت بشیم دیگه. جان ما دیگه باشه دیگه. ما یک دوربر نشان بدم. بچه جور بخیر بچه شب از شوی دوم ما واقعا وضعیت خیلی خرابه دیگه. هم خسته شدیم، هم بخوابیم، خیلی بخوابیم دیگه، خیلی سخته دیگه. شما چی به حد لالیگا سرد است که متاسفانه دیش هم خواب نکردیم. از چشمای کلا فهمیده میشه شبا اگه خواب کنی حتما تو را یخ میزنه یا خواب نماری باران خیلی باران هم میاد. پشکلا چراغ روشن نمیده و پشکل بالاخره خوب یک تجربه شد. سری بعدی که آمدی انشالله قسم سی خواه چیزا میرنیم. غذا مزایل کلان امروز خلاص شده، هیچ چیز نداری بخوردن. نه صبح بعد از ظهر یعنی از امروز ساعتی یک دفعه ساعتی چند بود؟ 8 بود 9 بود یک صبحانه خوردیم دیگه تا 6 تا کلی
کجا بکشم کجا ما بخوریم دیگه از بعد هیچ چیز نمونده نه او داریم مالی نه خوردنی نان داریم دیگه نه چیز داریم هیچ چیز نداریم برای خوردن که بخوریم هم یخ هم گشنه شدیم هم تشنه شدیم دیگه شوی دومه دیگه این شو خلاص و دیگه سوار حرکت میکنیم طرفی خانم دیگه سخت میشه واقعا باید در خیمه مایمه میاردیم چادر مادر اخلا میاردیم ما خیلی چیز گرفتیم یعنی کشت تو شهر است نیست خیلی دیسکم گرفتیم ولی سخت بود واقعا سخت دیگه جانم هستیم دیگه شما هم هستیم حمایتتان دریغ میکنید 100% ما در حمایتتان نیاز داریم ما رو حمایت کنین دیگه تا بخیر از این ویدیوها زیادتر میبینید ما حتما ویدیوهای خوب میگیریم آپلود منیم منتظر ویدیوهای بعدی حتما باشید خدا یارتان خداحافظ شب شما خوش چوس خوش کم نداره اینجا آتیش میکنیم بریم بچه‌ش آتیش چیز کنید یک چوب پیدا کنید آتیش کنید لباس باز خوش کنیم کفش طرف میگی پاک این کفشا خوشه باز بریم ما نمیتونیم چوب. شما بریم حال پیدا نمیشه که بریم هم طرف میگه نشه پیدا شد این طرف احتمال زیاد دم لباس سرای بریم مو این طرف بریم شاید احتمال زیاد پیدا شد یک دفعه یک رقم مگه شد سکر شد خوش پیدا نمیشه نه خالی اون چی مگه دفعهشون همیشه برو چوب بیار برو چوب بیار بگم چه کنه وای کنم کس نمیاره چی هست سایکو؟ نگاه اونجا کس نه چیه؟ مشغول بود پیسه نکن تو نکن کی حبیب ننگر حبیب بیل فعلا بیل برو خانه باز چی مانه ای بچه او ننگر حبیب نه خب بیل همینجا بیل سرسرا نکن نه پیش از کم نزی خانه بود بنز دیگه بیار چی مانه چی یک رقم منی باید خوب ننگرم مستقیم بریم بچهش چی کنیم دیگه نشون نمیشه نه شو نمیشه نه جون فرض بریم سری برو نادیده بگیره ای خود چیز نکنی لو ندی الکی خود چیز نکنی خود بریم بگیم چون پیدا نشده بیا برو بگی خانه مو نمیشه مستقیم ای پاکرام چقدر زیاده او بچه برو دیگه گپ نزن خدا بچه باید مرد تو باید تو مد پاور بانک وای خود ما مت پاور بانک داخلش نیست در چوری رقمی مونیم برو پشوری نیه یک پاور بانک ها بچه پاور بانک هم دو خانه گوشی شورت نداره ای برین فهمید قد کجا ماری شما یک تلفن یک پاور بانک نمیده در شارژ بزنه چی رقم عجب مردماییه به خدا چی نوع مرداییه به خدا من فهم چی شد یک دفعه بایک مایه گرفته رفته تا پاور بانک